مهمانان جانفضا خوش آمدید. دوستان ببها خوش آمدید. خیر مقدم بگیم کل مهمانان عزیز و ارجمندی رو که امروزها از گوشه کنار میهن عزیزمان تاجیکستان محبوب ما در ناحیه تیمورملک در آسایشگاه آب شفا مهمان هستند و از آب لای شفابخش ناحیه تیمورملک این موضع واقعا هم معجزه‌ناک طبیعت خداداد استفاده میبرند و تن و جان خود را توان میبخشند. اولو یکایک شما مهمانان عزیز و ارجمند را با آسایشگاه آب شفا و ناحیه تیمورملک خیر مقدم میگیم. قدم های شما در دیار ما مبارک باشد. با همین نیت های نیک بزم امروزه ما را که به خاطر شما مهمانان عزیز و ارجمند آراسته شده است ادامه میدیم. و حالا با کمال احترام استاد عزیز را روی صحنه میخونیم و باور دارم که تمام مردمی در اینجا سرجم آمده انتظار آن هستند که استاد بهر آنها هنرنمایی کند. مرحمت صحنه در اختیار استاد صنعت تاجیک هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان جمعه خان سفر. سلامت باشید. تشکر برادر ارجمند. و این لحظه بسیار برای من افتخار است که در نزد شما حضور دارم و مثل شما از همین درگاه مقدس از همین آسایشگاه آب شفا یعنی به تن و جان خود توان میبخشم و این لحظه امکان پیدا شد که بعد چند روزی که در اینجا توبت گرفتیم باز یک بار دیگر یعنی امکان پیدا شد که برای شما یک بزم یک دلخوشی برای شما آراسته باشه. مژده وصل تو کو کسری جام برخیزم طایری قدسم و از دام جهان برخیزم با ولای تو که گر بنده خیشم خانی کسری خواجگی قوم و مکان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانه پیشتر زان که چو گرد زمیان برخیزم بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا با بوی از لحد رقص کنان برخیزم. گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم روزی مرده نفس مهلتی دیدار بیده تا چو حافظ زی سری جان و جهان برخیزم. خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است آدم از عالم علوی شرفی جان ادب است یک دو روزه که در این خانه تن مهمانی با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. عقل برگوش تنم گفت که ایمان ادب است چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. گر طهارت نبود
مهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست نبود خیر در آن خانه که اسمت نبود حافظا علم و ادب ورز حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه هر کی را نیست ادب لایق صحبت نبود وفا کنم خیشی من است گر خیش جفا کند بداندیشی من است گر زهر موافقت کند تریاک است گر نوش مخالفت کند نیشی من است که بیار شوی بسیار طلب مکن بکن زار شوی بسیار قدم نمان در خانه دوست هرچند عزیزی عاقبت خوار شوی سوزد از بخت پیادم دلم می سوزد به چشمی مرا نمی کشادی در عشق بر چشمی کشادم دلم می سوزد خیزم و دفتر و قلم میگیرم از دفتر و از قلم میگیرم بر دفتر و بر قلم دلم میسوزد بر دفتر و بر قلم دلم میسوزد مرحبا یکجا چند رقص بازی میکنیم رفتم چنان دویدم در باغ خیرامی آن سری نو رسیده دامن کشان همه رفت گلها را چیده رفتم بسد تمنا آنگه من از قفایم حیا رمیده رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده در باغ خیرامی آن سری نو رسیده دامن کشان همه را گلها را چیده
این شام تیرم رو صوت و ترانه ایش قزندل بیامون مردانوار باید یک بار باید افسون مردانوار باید یک بار باید افسون آخیزی تن برایت این جانی غم کشیده این جانی غم کشیده آخیزی تن برایت این جانی غم کشیده این جانی غم کشیده در بام خیرامی آن سری نو رسیده آن سری نو رسیده دامن کشان همه را گلها را چیده چیده گلها را چیده چیده سرودا برای همه رقصای زیبای شما و خاطر استادی صحنه از شهری غریبی دینیشونی اومدی سبا از بی سفیدی مرمونی اومدی تو از شهری غریبی دینیشونی اومدی سبا از بی سفیدی مرمونی اومدی تو از دشتای دور شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم ربونی اومدی تو از دشتای دور شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم ربونی اومدی شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم ربونی اومدی تو از دشتای دور شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم ربونی اومدی شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم زبونی اومدی از دشتای دور شهرهای پرغبار برای هم صدایی هم زبونی اومدی
چشمانمه سبزی نرنگ آمده میمانمه آتشک میزنی بر جانمه سر به قدم هایت میمانمه خاکی را سرمه چشمانمه تو چرزنی با مدرم چرزنم سیزی شب و نوری سحرم چرزنم تو چرزنی با مدرم چرزنم سیزی شب و نوری سحرم چرزنم بهوده چی گویم سرم چرزنم اما کذا قدرم چرزنم خواندی بیمای نوگین گوش مرو بردی به هوای سوزی هر گوش مرو خواندی بیمای نوگین گوش مرو بردی به هوای سوزی هر گوش مرو چنده به فلک بر سرم چرخیدی چرخیدنی تو گوش مرو یه
تاجیکستان وطنم جان وطنم ملک شهرام و دلیر وطنم
سلامت باشید. تشکر برای رقص تشکر زیاد و در اینجا بسیار مخلصان اومدن که یک دو سرودی مادر بر آنها اجرا کرده شود و همین خاطر منم خب هنوز هنوز سال 2006 سرودی با نام اوچه جون سرویدن که خیلی مقبول پسند همگان گردید و همون سال جایزه داری سرودی سال شد، گرانپری سازوار گرانپری شد و در هر جایی که در هر مرکه در هر چوربینی که حضور داشته باشم البته این سرود برای خاطر مردم البته میسرم و این لحظه حاضر دو سرود میخوانم. اول همون سرودی اوچه جونه که سال 2006 ثبت شده بود و بعدتر باز یک سرود دیگر برای اوچه جونه ما کردیم ثبت کردیم و این لحظه دفعه دیم مادر جان گفتیم اکنون این سرود برای قدر منزلت همه اون مادرانی که از دست رفتن برای یاد بود و اولا همون سرودی و چای جونا میخونیم و بعد سرودی مادر جان. اوچه جان گیردی دست در خانه ما جمع شویم جمله فرزندانه ما جمع شویم خاطر جمع شویم در به بیشوند پاره های جانت ای اوچه جان. غمی تو در جانی من است غمنامه تو سرودی وجدانی من است یک علی تو هزار مدحیه من یک دردی تو 100,000 افغانی من است ای اوچه جان. ای اوچه جان جان جهان بر تو فدا روز و شب و سال محبلم نامی خدا یک دولت اوچه داری بر شاه و گدا میشید که نمیشیده می اوچه جدا ای اوچه جان.
همیشه پندم دادی از راستی درسی دل پسندم دادی گفتی نروم زی خانه جای دیگر رفتی تو کجا چرا تفندم دادی ای و چای جون چای جان غنیمتی هر لحظه داغات درو کردم بستم درزه اوچه که میگوم بندی دل میلرزه اوچه به همه گنج جهان میارزه ای اوچه